چپتر دوم، رازهای گذشته و آغاز آموزش. گیل همراه یار به آشیانه رسید. جایی که دیوارها پر از نقشه‌ها و یادداشت‌های قدیمی بودند. یار با نگاهی عمیق به گیل گفت: یار، می‌دانم که در ذهنت سوالات زیادی وجود دارد که تو را درگیر کرده است. گیل: ولی می‌خواهم بفهمم که قاتل خانواده‌ام کیست. یار: راستش نمی‌دانم او کیست و چه هدفی دارد. او به تمام زمین‌ها موازی سفر کرده و تمام کسانی را که شبیه به تو هستند کشته است. هدف اصلی او فقط تویی و حالا تو آخرین کسی هستی که باید نابود شود. گیل با شنیدن این حرف‌ها شوکه شد و پرسید: گیل، تو کی هستی و چگونه از این مسائل باخبر هستی؟ یار: من مسافر زمان هستم و در گذشته یک کاراگاه بودم که قاتلان را دستگیر می‌کردم. اما این قاتل کسی است که هیچگاه نتوانستم او را بگیرم. او قاتل خانواده توست. گیل: اگر همه شبیه من را کشته، چرا من را تنها زنده گذاشته و فقط یک چشم و پایم را از دست دادم؟ یار: این سوال همواره در ذهنم است. شاید او میخواست تو را زنده بگذارد تا تو او را پیدا کنی و جواب سوالهایت را بگیری. اما باید بدونی که تو باید برای گرفتن انتقام آماده شوی، زیرا او بسیار قوی‌تر از اون چیزی است که فکر میکنی. یار ادامه داد: تو باید برای یادگیری همه مهارت‌ها تا 7 سال تمرین کنی تا بتوانی انتقام خود را بگیری. ما از همین حالا آموزش‌هایمان را آغاز میکنیم. آموزش‌های گیل شامل مهارت‌های رزمی، سفر در زمان و استفاده از انواع سلاح‌ها بود. اما این تمرین‌ها برای گیل که یک چشم و یک پا نداشت دشوار بود. به همین خاطر یار برخی از تمرین‌ها را به گونه‌هایی تنظیم کرد که بتواند به راحتی انجام دهد. یار برای گیل یک پای مصنوعی ساخت و سپس هر دو چشمش را بست تا او توانایی‌هایش را بهبود بخشد. به مرور زمان گیل توانست به پای مصنوعی‌اش عادت کند. تمرین‌ها هر روز سخت‌تر می‌شدند و گیل به تدریج به فشارهای جسمی و روحی عادت می‌کرد. او شبها تنها 4 ساعت می‌خوابید و 20 ساعت در روز تمرین می‌کرد تا انتقام خود را بگیرد. 2 سال گذشت و یار به گیل گفت: یار، حالا وقت آن رسیده که با هم مبارزه کنیم و ببینم چقدر پیشرفت کرده ای. گیل با شوق و ترس قبول کرد. مبارزه آغاز شد. گیل اول حمله کرد و قصد داشت یار را مشت بزند، اما یار با چابکی مشت او را گرفت و او را دور پرتاب کرد. گیل با پای مصنوعی‌اش به دیوار کوبید و دوباره به سمت یار حمله کرد. اما یار باز هم توانست از حملات او جا خالی دهد. این بار گیل با تمام قدرتش میخواست یار را بزنه، اما یار با یک حرکت چالاک به او یک ضربه زد و گیل را دورتر پرتاب کرد. گیل با تمام وجود به سمت یار دوید، اما یار باز هم او را گرفت و با یک مشت به زمین کوبید. مبارزه با شکست گیل به پایان رسید. او به خوبی درک کرد که هنوز راه زیادی در پیش دارد و باید بیشتر تمرین کند تا به قدرت واقعیش برسد.